مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامعان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. نامه‌های تبریکاتی به افتخار 30 سالگی فعالیت ادبی و اجتماعی استاد عینی از کمیته مرکزی کمسمال تاجیکستان. رفیق محترم عینی، کمیته مرکزی کمسمال لنینی تاجیکستان از نام تمام کمسمالان، کمسمالکه ها و همه جوانان مهنتکش جمهوریت به شما سلام آتشین کمسمالی می رساند. رفیق عزیز عینی، اثرهای شما اثرهای محبوب کمسمالان و جوانان جمهوریت تاجیکستان می باشند. آنها نه فقط کارگران، کلخاسچیان و تمام مهنتکشان جمهوریت ما، بلکه کارگران، دهقانان و مهنتکشان بیرون از حدود وی و دور بودگی با محبت و با مشغولی تمام می خوانند. رفیق عینی، ما به شما بسیار سالها عمر دیدن و به منفعت وطن محبوب ما و مهنتکشان تاجیکستان کار کردن را خواسته و خواهانیم. کمیته مرکزی کمسمالی تاجیکستان. از ستاوسکی به رفیق صدرالدین عینی، به شما در روز یوبیله 30 سالگی فعالیت سرمحصول نویسندگی انقلابیتان تبریک آتشین میفرستانم. اثرهای شما را خواندم، به بخارا رفته شخصا آبخانه را دیدم. از تحت دل آرزو میکنم که باز سالهای بسیار عمر دیده سرمحصولانه کار کنید. شما استاد بزرگ سخن، انقلابچی و ادیب را فرزندوار محکم آغوش میکنم. کاتب مسئول سیوز نویسندگان شورای SSSR ستاوسکی. از ابوالقاسم لاهوتی، سیوز نویسندگان تاجیکستان. پراولینی سیوز نویسندگان شورایی جشن 30 سالگی فعالیت ادبی و اجتماعی نویسنده بزرگترین آسیای میانه صدرالدین عینی را تبریک می نماید. مهنتکشان آسیای میانه در سیمای صدرالدین عینی ابتداکار نثر شورایی را دارند. از اثرهای عینی هزاران نویسندگان جوان آسیای میانه تعلیم می گیرند. پراولینی برای پرولتاریات در آینده سالهای دراز به همین اندازه کار ایجادی پرمحصول عینی را آرزومند است. پراولینی سیوز نویسندگان SSSR لاهوتی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده به بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است.
نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. از ابوالقاسم لاهوتی با استاد عینی: بهد اندوهگینم که امکانیت ندارم در یوبیلی با شرف شما شخصا اشتراک کنم. از تمام دل و جان خواهش داشتم که در توی شما رقص کنم، اشوله خوانم. با همراهی مهنتکشان سرشمار تاجیکستان که عید 30 سالگی کار ادبی شما را می‌گذرانند خرسندی نمایم. اما مسئله مسئولیت کاری پرولین اتفاق نویسندگان سویتی به من امکانیت نمی دهد که از مسکو برایم. باوری دارم که شما برای اشتراک نمودن در عید شما آرزوی گرم داشتن مرا حس می کنید. شما را مبارکباد گفته دست شما را از صمیم قلب فشار می دهم. ابوالقاسم لاهوتی. از سیوز نویسندگان شورایی تاجیکستان: استاد محترم عینی، اتفاق نویسندگان شورایی تاجیکستان در روز جشن فعالیت ادبی و اجتماعی 30 ساله تان به شما ادیب زبردست خود سلام آتشین رسانده از صمیم قلب توی با شکوه شما را تبریک می نماید. کار 30 ساله شما در راه پیشرفت مدنیت و ادبیات خلقهای آسیای میانه و مخصوصاً تاجیکستان شورایی ثمره های بزرگ بخشید. ایجادکاری های ماهرانه شما که سرآمد نسل نوی تاجیک می باشد دسترس عامه وسیع مهنتکشان شده است. این جشن شما جشن حقیقی مهنتکشان تاجیکستان و ادبیات شورایی آن می باشد. اتفاق نویسندگان شورای تاجیکستان به شما عمر دراز خواسته باوری دارد که در آینده نیز از سرچشمه ایجادیات شما بوستان ادبیات تاجیک شاداب و سرسبز خواهد گشت. سیوزی نویسندگان شورایی تاجیکستان. سامیان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت